سلام، محمد جان اکبری هستم، دانشجوی ژورنالیسم دانشگاه رنا. در حال حاضر به عنوان کارآموز در رادیو امید فعالیت میکنم. فرصت کارآموزی را دانشکده ژورنالیسم رنا برایم فراهم کرد. من و چند تن دیگر از دانشجویان را به رادیو امید معرفی کردند. به این ترتیب توانستم تمام آموخته‌های خود را در یک محیط عملی رسانه تجربه کنم. در مدت کارآموزی چیزهای زیاد را یاد گرفتم، از جمله تهیه و تنظیم خبر، انجام مصاحبه ها، گزارش نویسی، کار با تجهیزات رادیویی، کار گروهی و این فعالیت ها سبب شد تجربه بیشتر کسب کنم و اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنم. اولین مسئولیتی که به من سپرده شد تهیه و تنظیم خبر کوتاه بود که در اول بنا به اینکه با پالیسی رسانه آشنا نبودم یک کمی مشکل بود برای ما، اما با کمک همکاران در رسانه توانستم گزارش تکمیل کنم و یک تجربه ارزشمند کسب کنم. پیش از کار در رادیو امید درس‌های دانشگاه مثل خبرنویسی، گزارشنویسی، فن بیان و فعالیت‌های رادیویی و تلویزیونی در استودیوهای دانشگاه رنا برایم یک آمادگی کامل را ایجاد کرده بود. زمانی که کار را در رادیو امید آغاز کردم توانستم به سرعت به روند کار آشنا شوم. در پایان توصیه ما به داوطلبان رشته ژورنالیسم این است که در کنار درس‌های دانشگاه از فرصت‌های کارآموزی و تمرین‌های عملی استفاده کنند، چون راه رسیدن به موفقیت در ژورنالیسم کارهای عملی میباشد. ژورنالیسم رنا، کانون تخصص و نوآوری.